شاعر میگه گرز نمازت از سری صدق و صفا نیست اگر در کعبه گذاری روانه. امروز نمازخانه دیگه همه شرمندگی ها از دروغ است. آماده شدن رو فراموش نکنید. من کان له کینو ولیس یعنی خدا خواهد انشاءالله ویروس فقط آماده شدن رو فراموش نکنید. خدا میگه شما را صورتتون نگاه نمیکنه، خداوند مال شما را نگاه نمیکنه 100,000 دلار داری، بلکه دل شما عمل شما را نگاه میکنه. دل نظرگاه جلیل اکبر است. دل انشاءالله توغری کن، دل انشاءالله نسبت برادرت، نسبت اکل، نسبت دادرت، دل انشاءالله خدا خواهد توغری کن. دل درست شود خدا خواهد، دل کافر نکن. دل خدا خواهد نسبت آماده شدن رو فراموش نکنید. عداوت نکن. شاعر میگه بزرگان اسلام در دل چو کجیست روی بر خاک چی سود، چون زهر در دل رسد فریاد چی سود، تو ظاهر خود به جامه آراسته ای دلهای پلید تو جامه پاک چی سود. آماده شدن رو فراموش نکنید. شاعر میگه وقتی که دلت کجاست تو زمین در سرتموندن فایدهش نیست. وقتی که یک فایدنان میخری و زهر باشد مبادا در دلت که تاثیر کرد بعد 1000 دادگی فایدهش نیست. تو ظاهری خود به جامعه آراسته ای، ظاهری خود جامعه ها که چیزای زیبا که آراسته کنی و دلها که پلید باشد جامعه پاک که سود فایدهش نیست. این دل که ظرف ایمان ما و شما کلمه آماده شدن رو فراموش نکنید. نورش قرارگاهش دله. دل ما و شما چکا کنیم انشاءالله پره کنیم، دل درست کنیم، دل انشاءالله مسلمان کنیم، اول دل انشاءالله بیدار کنیم. چی؟ محبت به الله، محبت به قرآن، محبت به اسلام. انشاءالله خدا خواهد دل پره کنیم، دل انشاءالله خدا خواهد راست کنیم، انشاءالله راست میسیم. شاعر میگه گرز نمازت از سری صدق و صفا نیست اگر در کعبه گذاری روا نیست. برادران اگر نمازت از صدق و صفا نیست کعبه رفته خودش قبولش نمیکنه. صدق و صفا معناش هست انشاءالله همه طرفه خدا خواهد پاک شد، همه طرفه که زبان نشون نمازخانه آماده شدن رو فراموش نکنید. چشمش پاک باشد، گوشش پاک باشد، دستش پاک نباشد، دوز نباشد. ادانه شما حتی اینکه گوش ها زنا میکنن، چشم ها زنا میکنن، دست ها زنا میکنن، پاها زنا میکنن، دل زنا میکنن. دل از زناش خواهشی زنی بگانه، چشم و دیده تا این گشتن، گوش از پی همون خبرهای ناخوش شنیدن و پا رفتن. الله نگه دارد. شما همین بسیار عزیزانی من عبادت خدا خواهد درست کنیم. عبادت انشاءالله پورا کاملا چنان عبادت کننده که مردم تعجب کنند. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم بینید از کودکی شال کودک بود، مرد یک بود، نامش در اهل مکه چی بود؟ محمد الامین. امین ندانست از پیغمبری راستگو، پیغمبری امانت نگهدار. امروز نمازخانه کیدت داره. از چی پول؟ نماز بخوند با هر چند خدا خواهد تعالی بیدم، هر چند مولا است. چنان ترسی خدا نیست امروز. چنان ترسی خدا در قلب دل ما نیست. بطور همه دروغچی شد برفازید، بلکل دروغچی. مردک زنک فندارد، زنک مردک دختر مادرشه، پدر بچه پدرشه. دختر شما در کوچه میگردد، مبادا تلفن کنی دختر درگیره میگه در خانه میگه یا آب کوچه سایدش ده بکی دروغ. خود شما در یک شهر نشینه کسی پدری بچه تو با تلفن هم خانه دست ماکی بازه تا میگه پتیکه برادر را حک نمون پدر بینه کونه شوا پتیکه استاده که گوه دروغچی نه رنگبازی نماز بکنید. و چندین حادثه ها رو میشنوین، روایت ها میکنن از بالای نمازخانه. این کارا را نکنین، عیناً ارگیدن نماز کن شد. هرگز اگر سرتم رود که به دروغ نزن.
حضرت مولوی میگن همه شرمندگی ها از دروغ است. چراغ راستان دایم فروغ است. در این دنیا دارد این قدر خجالت چی باشد هجرتی روز قیامت. حالی دنیا نگاه بزنی مبادا اثبات شوی چند قدر خجالت بشوی و گفتی اسلام بزنی زمین نکردید که تو ولی پیش الله نخجالت شویم 1000 مراتب زیاد است. پیش الله نخجالت 1000 مراتب زیاد است. با پدر و مادر گم نمیزگه او تمام باشی میگی. پیغمبر بزرگ چی میگن؟ من کان له کینو و لیس له دینو. کسی که کینه و قدرتی برادرش و دین ندارید نماز خوندن بیکاره. از 3 روز زیاده کسی که با برادرش گم نزنه و یک شتیکتی برابر است. پیش الله نام اعماتنا آدم کش نیست نمیشه. اسلام در کینه نیست. اسلام در بغض و عداوت نیست عزیزانی من. اسلام چیزی هر که خدا خواهد به دشمن خدا خواهد. حتی میگم که در عرفیت پدر تکش نگینده دختر تتی. چی معنی دارد؟ معنی یعنی کینه نیست، عداوت نیست، بغض نیست، حسد نیست عزیزانی من. اگر الحمدلله ما و شما حقیقی نماز خوان شد انشاءالله خدا خواهد حقیقی خدا خواهد جمعیتی ما 100% دیگرگون بشود. این عرخلی ها گم بشود، این زناگری ها گم بشود، این قیمارباز ها گم بشود، این بشرم و حیا ها گم بشود. من امروز الله سبحانه و تعالی یک آفت داد منم، یک اپیدمیا، یک ویروس چه که ما دیدش نمیتونیم با چشم. همه لرزیده است امروز. از ترس معنی بستگی است امروز. معنی بند است. من گفتم بعضی گفتن این چی است؟ گفتم ویروس دهن تا میبندی بشر عجل بیاد معنی تا میبندی. فلوریش من تا میبنده درد باز نمیمونه. ای ترس هممون ترسیگش یک تا ویروس چه یه الله قدرشه. الله همیشه قدرت داره که به یگان جنگ به یگان جوش میبیزد. امروز اروپا تمام کرد. میلیون 4 میلیون آدم مرد از این روز تا هیچ کس نمیبینی. هم در خدا از ته پاک علاوه میبرداره. او سلطان هر چی خواهد او کند. عالم را در دم ویران کند. یا نبرو در یک مجه زدن شاید که دنیا نیست. تو هم ملک در دست خدای. الملک لله. این زمین و زمان و آسمان و همش یگان کس نیست. این از الله هست. خدا چی خواهم کارم اجرا میکنم. 2 تا خداوند عروج داره. 2 تا حرف. سیز بالله و اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون. سوره یاسین هم بخونی. آخرین آیت میگه و اذا اراد شیئا. خدا اگر یک شخص اراده کنه خدا وزیر نداره. خدا معصیتی نداره. رنگی ما شما 50 تا گله نداره. معصیتی نداره، زن نداره، عطا نداره، اپا نداره، هیچ کس نداره. کدام چه که میخواه کن شو میگه فیکون بس میشه. ما پرسیده نمیسته. معصیتی نداره خدا. چون خدا قدرت دارد انشاءالله خدا خواهد. اینه من امروز یک تشویش شد. این اکنون فقط داره چی از میدانه؟ داری انمی خدا خواهد انشاءالله ویروس فقط توبه است. فقط نماز است. عبادت است. خدا راضی میکنی انشاءالله خدا خواهد. خدا وقتی که شود از بنده راضی با او یار است استقبال و ماضی. اگر خدا از شما که راضی که شد انشاءالله این دنیاتونم آخرتونم خدا خواهد بیپید. ماذا کده میگن انشاءالله خدا خواهد. گر شود مولا از بنده آزار همه در 2 عالم است بیزار. اگر خدا نکنه که ما بیزار نشود ما آزار نه آزار که یافت همه است بیزار نشود. من خدا اقسمان آتا رو بینین. اگر برای گیم که همین برادر یک نزدیک کند خدا ایمان الله میتید. ایمان هیچ کس داده نمیتونه. 3 چیزا بجز الله هیچ کس دیده پرسیدن در کار نیست. یکم فرزند از خدا میپرسی. نه پروفسور، نه 2 میلیون، نه اولیا. هیچ کس مون بچه داده نمیتونه. هدایت از خدا میپرسی. هدایت هم انشاءالله از الله هست. الله خواهد هدایت میکنه. اگر خدا یک بنده را خوبی کند میگفت است جبرئیل فرمان میکرد. جبرئیل می نزدی من بیا. من فلانچی بچه فلانچی دوست داشتم تو هم دوستش میداری.
و تمام فرشته آسمون اعلام میکنه که فلانچه بچه فلانچه الله دوست داشت شما هم دوست میداشته تمام دنیا در جمع میاندازن همه شما رو دوست میدارن خلاص میگه یک عالم است الحمدلله ما ندیدیمش هم صحبت نشیدیم لیکن آرزو میکنیم که به همون عالم یک بار هم صحبت شد این ایمان است محبت شما الله در قلب همه مردمان بیاندازه خدا نکنه که ما شما را گمراه کند خدا در قرآن وعده میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قلب العباد بین اصابع من اصابع الله یقلبه کیف یشاء دلهایش میگه در دمیانه چیزی که خدا اگر بخواد در یک دم دیگر گوش میکنه هم آرزو میکردن که دامادا نزد ما آمده چکار کند خدمت کند ولی ما شما زنی پدر نمیکردیم زنی خدا خواهد مادر نبرده ما شما پیغمبر بودن که پدرهای شما بودن سه است سه پدر داره نبود پدری که ردنای پدر کسی یکتاش خدا خواهد پدر و مادر خودت یکتاش پدر و مادر همسرت یکی استاز پدر میشنید حکمی پدری دارن ولی موزا تمام جوان ها علماشو وسیع نشده است بود برای چی؟ چون که استاز ها راضی نیستن نظر استاز یک علم است یک کتاب است با سه رو نظر کردن نماز نفل درجه دارد عبادت است یکیش روی پدر و مادر روی حسن و خوشنامه دیدن یکیش روی خدا خواهد استاز یکیش کعبه را دیدن عبادت است شما الله چندین نمازهای نفل در نامه اعمال که می‌نویسند این فقط یک نماز که شما جنت نمیدید عزیزانی من شما خواهد بگین که همین 5 وقت من نماز خوندم جای من جنته این ریشه است این پای دیوار است رسمی درخت از یک چوبی قول نمیشه که برگ میکند گل میکند اکن نماز خواه که شدی خدا خواهد اکن تمام 100 گرادوس میگرد یکن تمامی تغییرات میتی حیات دکن چی رفتاری چی گفتاری چی معامله چی پیغمبری بزرگوار بینیم حضرت عایشه مادام سوال کردن که یا عایشه یعنی خلق محمد چی خیل بود رفتار محمد چی خیل بود عایشه مادر گفتادین که خلقه کخلق القرآنی خلق محمد خلق قرآنی است حضرت پیغمبر صحابه سوال کردن که یا محمد این قدر خوشروگیره این قدر معامله که از دهن ما اصل میریزد این قدر خوبی از کجا یاد گرفتی پیغمبر گفتن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی من آفریدگار تربیت کرد من الله تربیت کرد من الله این خلق و اطفال داد چون که سوره قلم آیت 4 بین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لعلک خلق العبدین خدا میگه ای محمد من تونه بهترین خلق دادم بهترین انشاءالله خدا خواهد چیه معامله را دادم بهترین خدا خواهد رفتار و گفتار شیرین ندادم که از صحبت محمد میلیون آدم ها ایمان آورده از صحبتش ولی وی نه من حتی حکای هم یارم چی مونده رسول الله در مسیح شیشتگی بودن یک جوان اومد و در درون مسجد پیشاب کرد تارج کرد صحابه در غضب شدن ابوبکر بود عمر بود گفتن این چی حادثه است گفتن مونه چون که پیشاب برای انسان ضرر داده مونه بی‌بلا کنه یه بلا پیشاب فکرشی شیمشه برداشت رفته سال که گفتن بچم یک دقیقه است آخه این خونه خدا است این جای پیشاب میکنه که جا نیست نه که این کارم این بر این کار نادرست است خطا است حتی بعد دست مبارکش میگه خسته یک فقط آورده خودشو شفتنش 3-4 قدم بود و گشت نگرد اومد پیش محمد رسول گفت که گفت من برای سنجش اومدم که کنی تو دینت حقمی صبر میکنی طاقت میکنی می برای صبر و طاقت کردنت من ایمان آوردم گفت لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان آوردم بینید اخلاق محمدیه بینکن و من برای شما ابوبکر نمیگم عمر نمیگم خدا خواهد چی عمر چی ابوبکر چی معاملهایی که با قوم و جمعیتی کافرها میکردن حالی که با الحمدلله مسلمانه کافرهای خود که عموما محمد شابروز برای کشتن حرکت میکرد پیغمبر تای درخت نشیدگی بود ساینده یک کافر نگه شمشیشی گرفته اومد گفت که گفت محمد من اکن کلتا میگیرم تا کی نجات میتیا
الله گفت. الله گفتن زمان شمشیر در دست خطی. همه نامی الله شما دیگه میلرزن اگر ایمان داشته باشد. بعد شمشیر گفتن اکل ترکی نجات بده کشمت. خب بیستو تام الله گفت بچه جون میبدی کار نبودن شمشیر دادن. یعنی هر کشنده هاشد از ما بخشیدگی. حال ما شما انکره کینه بگیریم یک میده خناخت. این دفعه یک میده